درود بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی شما را همراهی می کنم. نخست نگاه به سرخط خبرها. وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان میگوید احوال محمد علی حید سیاستمدار زندانی خوب است. خویشاوندانش به این گفته‌ها باور ندارند. رئیس کمیته زنان در تاجیکستان از افزایش آزار جنسی و یا دست درازی به زنان و دختران در جای کار و خانه نگران شده است. میشد حالتایی که همون خش تباری خانواده همون دختر به دست درازی میکنه و دختر نابالغ هست، میترسد. استقبال از دو گوشتگیر نورس تاجیک در کلاب که با نشانهای طلایی مسابقات گوشتی آسیا از تایلند به زادگاهشان برگشتند. یک سازمان حامی حقوق انسان که در لهستان قرارگاه دارد از کشورهای غربی خواسته است به قضیه عبدالله اسدالله بابایف یکی از مخالفان دولت تاجیکستان توجه کنند. کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان روز 14 ایول در یک بیانیه گفت که بیخبری از سرنوشت اسدالله بابایف مایه نگرانی عمیق آنها شده است. اسدالله بابایف را ماه ایون امسال از آلمان به تاجیکستان بازپس فرستادند و بلافاصله در دوشنبه دستگیر شده است. پیوندانش میگویند از آن روز هیچ خبری درباره‌اش ندارند. و امروز وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان درباره احوال محمد علی حید یکی از سیاستمداران زندانی در کشور صحبت کرد که خویشاوندانش قبلا از بدرفتاری با او در زندان شکایت کرده بودند. گزارش همکاران ما در همین باره است. امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان شکنجه شدن محمد علی حید معاون زندانی رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را انکار یا تصدیق نکرد، اما وضع سلامتی او را خوب نامید. امید بابازاده گفت در مورد وضع سلامتی محمد علی حید و سید عمر حسینی معاون دیگر زندانی رئیس حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی با معاون سردار اداره زندانها گپ زدند، اما وی نگفت که چرا با خود محکوم شده ها صحبت نکردند. وقتی که ما دیدیم که در شبکه‌های اجتماعی کمی حالت هست، ما سپارش دادیم که رفته بکنید و هنگام صحبت و ابراز داشتن که وضع سلامتی هر دو محکوم شده عین حال خوب ارزیابی می‌گردد. پیوندان محمد علی حید که به حبس یک عمری محکوم شده است در آغاز ماه ایون امسال با او ملاقات کرده، سپس در صحبت با رادیوی آزادی درباره شکنجه شدنش خبر دادند. میگن که من لوب لوچ در بیرون پلوی برف نگاه داشته و دوبینکا شب میکنه، خودش نه فرمان میتیه، دوبینکا شب میکنن. دیرتر نزدیکان سید عمر حسینی معاون دیگر زندانی رئیس حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی نیز از افزایش فشار روانی و وضع ناخوب سلامت او شکایت کردند. حسن الدین ندایف نماینده وکالتدار حقوق انسان که با مسئولان سرریاست اجرای جزای جنایی ملاقات کرده است، بر اساس گفته آنها وضع سلامتی حید و حسینی را خوب ارزیابی نمود. با این ما ثبوت دادیم که همین چیز حتی با سرریاست مواجهت نبود. عین حال ما همین روز دین 14 هم شباهت گرفتیم که با این سلامتی هر دوشون هم محمد علی حید و هم حسینی خوب نباشد. این در حال است که گلببی حیتا و خواهر محمد علی حید روز 16 ایول در صحبت نوش با رادیوی آزادی گفت معلومات اداره زندانها اساس ندارد. این گنرالنی پروکuratura این دستگاه پرزیدنت رفته اوید همین شکنجه من گفتم که همین آدم همین 11 سال تحت شکنجه من همه جوابا دارم درجه. محمد علی حید و سید عمر حسینی معاونان پیشینی رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی سال 2016 هم در مرافعه‌های پسی درهای بسته به زندان یک عمری محکوم شدند. مقامات آنها را به تروریسم و تلاش برای غصب قدرت گناهکار دانستند، ولی نزدیکانشان همه اتهامها را بی اساس و دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. گروه کاری سازمان ملل متحد هنوز سال 2018 هم بازداشت آنها را غیر قانونی دانسته از حکومت خواسته بود که آنها را به یگان قید و شرط و فوری آزاد کند، چیزی که مقامات تاجیکستان تا حال نپذیرفتند.
رو میاریم به مسائل بین المللی. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و وزیر دفاع 34 ساله این کشور میخائیل فیودروف را از مقامش سبکدوش کرد. بنا به گزارش بخش اوکراینی رادیو زودی، صدها نفر در شهر کیف پایتخت و دیگر گوشه‌های اوکراین به نشانه اعتراض از برکناری وزیر دفاع به کوچه‌ها ریخته و اعتراض کردند. سبب‌های برکناری وزیر جوان معلوم نیست، ولی اختلافات نظر او با اعضای دیگری حکومت را از عامل‌های سبکدوش کردن او می‌دانند. میرزا نبی خالق‌زاد با جزئیات بیشتر. فیودروف که تحت رهبری او استفاده درون یا پهپادها در جنگ با روسیه بسیار وسعت گرفت، روز 15 ایول تصدیق کرد که از مقامش سبکدوش شده است. در زمان فعالیت کوتاه میخائیل فیودروف، پهپادها به اوکراین کمک کردند که از پیشروی جدی نیروهای روسیه در جنگ جلوگیری کنند. رسانه‌های اوکراینی پیشتر نوشته بودند که شاید میخائیل فیودروف با دلیل اختلاف نظر با دیگر اعضای حکومت در مسئله خراجات نظامی برکنار شود. ولادیمیر زلنسکی روز 12 ایول از آغاز تغییرات کادری در حکومت خبر داده گفت که این دگرگونی برای اجرای استراتژی نوی سیاسی ضرور است. و افزود هدف از تغییرات کادری نوسازی دیوان وزیران است و مسئولیت سمت‌های مهم سیاست خارجی بر دوش افرادی با تجربه واگذار خواهد شد. پیشتر از این زلنسکی نامزدی سرگئی کارتسکی رئیس شرکت نفت و گاز، بزرگترین شرکت دولتی نفت و گاز کشور را به مقام سروزیر آینده پیشنهاد کرد. میخائیل فیودروف ماه ژانویه امسال وزیر دفاع اوکراین تعیین شده بود. هرچند نداشتن سابقه نظامی او باعث بعضی ناراضگی‌ها در میان نظامیان کسبی اوکراین شد، ولی تعیینات او زمینه را برای استحصال زیاد و استفاده پهپادها در جنگ فراهم آورد. هفته‌های گذشته اوکراین با استفاده از هواپیماهای بی سرنشین به یک چند هدف در عمق قلمرو روسیه ضربه زد. حمله ها به انشاءات انرژتیکی روسیه باعث به نارسایی مواد سوخت در این کشور شد. مقامات رسمی میگویند در تاجیکستان آزار جنسی زنان دختران زیاد شده است و برای راه ندادن به این جنایت باید جزا برای آن سخت‌تر کرده شود. در نشستی خبری کمیته زنان در شهر دوشنبه، روزنامه‌نگاران تاجیک این مسئله را با مقامات در میان گذاشتند و همکار ما ارشاد سلیمانی هم آنجا بود. نگرانی از زیاد شدن خشونت شهوانی در تاجیکستان. کمیته کاربازان به حکومت پیشنهاد کرده است که جزا را برای خشونت جنسی سخت‌تر کند. نمایندگان این نهاد روز 15 ایول در نشستی مطبوعاتی گفتند که تاکنون 7 پرونده باز شده است. هرچند به گفته آنها در اصل چنین موردها زیاد است، زنان و دختران شرم می‌دارند که شکایت کنند. تنها مخفی که افشا نشود صحبت میکنند و وقتی که ما کاربری میکنیم با پرکراتورا باشیم، همین چیزی که گفتیم 7 نفر علاقه اسپتوختشان افته دیگه جنوب رو مسئولان کمیته کاربازان هویت و جزئیات کردار آنهایی را که علیهشان پرونده باز شده است آشکار نکردند. اما رئیس این اداره وضع را جدی دانست و گفت بعضی از عرف عادت‌های مردمی نیز سبب زیاد شدن خشونت جنسی گشته است. مادران همین دختران به هر جا خانه خویشاوندان روان میکنند. در نتیجه میشد حالتایی که همون خویش و تبار خانواده همون دختر به دست درازی میکنه و دختر نابالغ است، میترسد، مادر وی از شرم میدارد مراجعت کند سری وقت. همین حالتها ما هست به قد گرفته شده است. حتی از جانب شخصی نزدیکترین هست همین حالتها. رئیس کمیته زنان گفت زیاد شدن خشونت جنسی آنها را مجبور کرد که برای سخت‌تر کردن جزا و تغییر قانونگذاری اقدام کنند و حالا این نهاد مشغول تهیه یک بسته اصلاحات است. روانشناس نرگس تایمست میگوید در واقع این گونه موردها زیاد است، ولی چون جامعه ما سنتی است نه همه زنها جسارت مراجعت کردن را دارند. و افزود مقامات باید نه تنها با فکت ها کار کنند بلکه برای پیشگیریش نیز چاره جویند. در این چیزا از به جزاگی میشد. دو زن چند بار مثال میلیتر اول میلیتر هم کی مرد
مردایی که خودشون میسازنشون رو تکلیف میکنن مراجعت میکنن ممکن اهمیت هم ندادنشون ممکن هر خبری لیکن اگر جزو تنو همین آشکار بیانی میزو با گپ زنن روی اما آدمو به همه معلوم شود دیگرش میترسن. قانونگذاری تاجیکستان خشونت شهوانی را کردار ضد حقوقی قصدانه یک عضو عائله می‌داند که آزادی جنسی و دخل ناپذیری جنسی عضو دیگری عائله را تجاوز می‌کند. همچنین حرکت‌های دارای خصوصیت شهوانی که نسبت به عضو نابالغ عائله انجام شدند خشونت جنسی اعتراف شده است. بر اساس معلومات رسمی در نیم سال مقامات تاجیکستان در مجموع 154 مورد خشونت خانوادگی را ثبت نام کردند که 7 حالت آن خشونت جنسی بوده است. بیش از 200 مرد هم از خشونت خانوادگی شکایت کردند. و رو میاریم به جام جهانی فوتبال. دیروز در ورزشگاه اتلانتا در امریکا منتخب فوتبال آرژانتین دسته ملی انگلستان را با حساب 2-1 شکست داد و با بازی نهایی جام جهانی را خط گرفت. روز یکشنبه آرژانتین با اسپانیا که تیم ملی فرانسه را شکست داد نیرو می‌آزماید. منتخب آرژانتین قهرمان فعلی جام بار 4 است. برای این عنوان عالی تلاش می‌کند. منتخب اسپانیا تنها یک بار و سال 2010 عنوان قهرمان جهان را به دست آورده است. بازی نهایی جام جهانی شب 20 ایول ساعت 12 شب به وقت دوشنبه در ورزشگاه مت لایف در ایالت نیوجرسی در آمریکا صورت می‌گیرد. جام جهانی امسال که برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک صورت می‌گیرد میلیاردها هوادار فوتبال را در سراسر جهان به سوی خود کشیده است. و در مسابقات گشتی آزاد آسیا میان نورسان تا 15 ساله در تایلند 2 نورس تاجیک مدال طلا به دست آوردند. دستاورد گشتیگران نورس از کلوب سبب شد که آنها را در مرکز شهر با شکوه و شهامت استقبال بگیرند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد. استقبال 2 قهرمان گشتی آزاد در درآمدگاه شهر کلوب، ابوبکر حکیما و شمس‌الدین اینت‌الله‌اف در قهرمان آسیا از روی نماد گشتی یونان و ریمی برآمد کرده مدال طلا گرفتند. این مسابقه از روز 27 ایون تا 5 ایول در شهر پتایای تایلند برگزار شد. در این سبقت 30 دسته از کشورهای آسیا شرکت نمودند. گشتیگران تاجیک در وزن تا 57 کیلو برآمد کردند. رقیب اولی من از دولت ایندیا بود که من را با حساب 6-3 شکست دادم. بعد دور دیگر رفتم، دور دیوم با رقیب کره بود، من آن را با حساب 11-0 مغلوب کردم و در دور بعدی من با رقیب از ترکمنستان خود بودم که من را با حساب 8-0 مغلوب کردم و در فینال از گشتیگیر قزاق را شکست دادم، مقام اول شدم. گشتیگران نورس زیر نظر خواجه مراد نصرالدین زاده و محمد حمیدوف به این مسابقه آماده شدند. مربیان گفتند در میان 500 نفر گرفتن مدال آسان نبود ولی ورزشکاران با باوری به این مسابقه رفتند. یکم رقیب من از دولت ترکمنستان بود و دویمش از دولت هندوستان بود که با اون خیلی محاربه تنبتن و شدید داشتیم و در فینال باشد با حریف قزاقستانی برآمد کرده تظاهر جای اول گشتم. شرکت ورزشکاران در مسابقه‌های منطقوی و جهانی از شهر و ناحیه‌های تاجیکستان کم است. مقامات سبب کم شرکت کردن ورزشکاران را در کمبود مبلغ می‌دانند، اما گشتیگران تاجیک گفتند که صرف نظر از این کمبودها به دیگر مسابقه‌ها آماده می‌شوند. و اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر را در هر وقت که خواستید میتوانید در وبسایت azadi.org، صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام و کانال‌های رادیو آزادی در تلگرام، یوتیوب و تیک تاک پیدا کنید. هر صبح و شام خود را با رادیو آزادی و با خبر و تحولات نو آغاز کنید. اگر شاهد حادثه شدید یا عکس و نوار گرفتید میتوانید از طریق شبکه‌های اجتماعی چی فیسبوک چی اینستاگرام با ما بفرستید. ما با شما در تماس میشویم. رادیو آزادی یک رسانه مردمی است و برای ما مهم است که از جالبترین خبری حیات شما هم گزارش بدهیم و هر وقت که خواستید خبری داشته باشید با ما بنویسید، تحقیق میکنیم. اگر درست بود نشر خواهد شد. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.